ما شما هم یاد امتی گفت حضرت مولایی چی میگه؟ بسوز ای دل که اصل کار این است و فردا روی بازار این است. اگر بخواهید در روز قیامت چیزی خریدار داشته باشی از رحمت خدا، اگر بخواهید به رحمت خدا نائل شوید، محبت و عشق پیغمبر بخواه، در دل محبت پیغمبر خدا را جای کن. حضرت میگه بسوز ای دل که اصل کار این است و فردا روی بازار این است. اگر بخواهید در روز قیامت دست تهی نباشی، دست خالی نباشی، پیش خدا سربلند باشی، آبرومند باشی، محبت پیغمبر که در دل جا کن. فنای عشق و زندگی یا زی سلطانی گذر کن بندگی یا محبت پیغمبر در دل بیار انشاءالله با هم میرسی. شاه صاحب که از او بندگی یافت، شهیدی گشت او شد و زندگی البته این روز کسایی که دعوای محبت به رسول الله میکنن میگن ما پیغمبر خدا را دوست می‌داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ و من اذا محبت علی نبی فلم یعمل بسنتی فهو کذب فی دعواه. هر کسی ادعای محبت به من میکنه اما ترک سنت من میکنه دروغگو است. باید ما کوشش کنیم که همه راه روش پیغمبر، همه تعلیمات پیغمبر به اهل بیت ما تعلیم بدیم و محبت پیغمبر در دل فرزندان جا کنیم. چند روز پیش پسرک 10 ساله را جنازه کردیم. 10 ساله هم رفتن یک روزها رفتن این جنازه مادر 59 ساله را کردن. بچه‌ها را زنده دعا می‌کنیم که فرزندان در خدمت شود، اما همه را هم رفت. امروز هم جوانی که همگی 47 سال حیات دارد از جنازه‌ش میارن. ببین همه به ساعت میروند، اما خوش به حال کسی که در این دل محبت رسول الله را داشته باشد. حضرت یک حکایه زیبایی که از انس فرزند مالک آمده است که به مهمانی او شخصی است. او به عنایت کرد از بحر طعام، دید انس دستورتان را زبان. حضرت انس بن مالک روایت می‌کنند که مردمی که بعد از صحابگان در حالت زمان تابعین وقتی که می‌خواستند سخنهای پیغمبر را بشنوند به پیش یاور پیغمبر می‌رفتند. چند عده از راه دور زده و گفته به صحبت حضرت انس آمدن به صحبت او را که او از سخنهای پیغمبر چیزی به گوش ما بگوید. مردم بسیار گرسنه بودند، از راه دور آمدند. حضرت میگه دسترخوان را نگه کرد که چند جاش داغ دارد. گفت ای خادم اندر فکندش در تنور یک دمه، در تنور خبز آتش برفکن. در زمان دسترخوان را فروشمند گفتش که حضرت انس میگن دسترخوان مهمان بستان اونجا همسر حضرت انس نام میخورد میگه در شهر دستایی میگه دودی تنورش هم برآمده زاده بود، علاوه تنورش در آسمان بود. حضرت انس میگه دسترخوان را جمع کرد، در دست خادمش داد دو کنه بعد همون تنور آتش براندازه. دسترخوان که از لطه است، لطه‌ای که او برای چیز حتما میسوزد در اندک آتش. این خادمه هم گرفت سخن حبیب خدا برد میگه همون دسترخوان در تنور انداخت. جمله مهمانان بر آن خیره شدند، انتظار نان تندوری بودند، گرسنه بودند. آخر که دسترخوان آخر شب یک نان بیارن به حضرت دسترخوان گرفت در آتش انداخت. بعد یک ساعت برآوردش از تنور پاک و صاف از آن اصاف بود. بعد برای بیار شکل از درون آتش میگه رفتی خادمش هم میگه دسترخوان گرفت آورد یک تکیدش، هیچ داغش باقی نبود، اما یک جهت یک رشتهش نسوخته. خلق گفتن ای صحابی عزیز این چی نسوزی منمپا گشت و نیز. مردم حیران شدند ای صحابه این چی حکمت بود؟ آیا لطه یا این باید میسود چرا نسوخت و پاک شد؟ گفت زان که مصطفی دست و دهان بس بیماری دست در این دسترخوان.